بچه‌ها رضا احسانپور یک نویسنده بسیار بسیار قابل و دوست داشتنی طنازه و چندین کتاب رو منتشر کرده. یعنی اول نوشتتش، بعد یک ناشر براش منتشر کرده، خودش که منتشر نکرد. و توی خندوانه هم اینا رو میخوای خودت بگی؟ عرض کنم که من توفیق داشتم تا الان 8 جلد کتاب منتشر کنم، 2 تا مجموعه، یه شعر جدی و 6 تا مجموعه یه طنز. کتابات خوب فروش میرن؟ خدا رو شکر بله. آره. مردم ما به لبخند احتیاج دارن، استقبال میکنن از کار طنز. آره. اولین کتابم رو هم که یعنی اولین کتابی هم که برنامه شما معرفی کرد کتاب من بود اتفاقا. یه مجموعه مناجات طنز بود. برای اولین بار در تاریخ اسلام یه نفر مناجات طنز می‌نویسه. من پیش خودم گفتم خدای ما رحمان و رحیم هم هست، میشه با خدا گفت و خندید و مثل یه دوست صحبت کرد. چرا همش فقط باید با اشک و آه و حالا اونم سر جای خودش، ولی چرا با لبخند با خدا صحبت نکنیم؟ مجموعه مناجات طنزی نوشتم که ظرف 1 سال هم به چاپش شما رسیده، خدا رو شکر. و یه جور رکورد دیگه. آره واقعا. ظرف 1 سال به چاپش بله، به اسم چوپان معاصر. داستان همون موسی و شبان بود. آره. من گفتم من همون چوپانه هستم در عصر حاضر. اگر بخوام با خدا راحت درد دل کنم چه جوری درد دل میکنم؟ من یه بار یک کسی داشتم میشیدم، داشت میگفتش که برای ارتباط برقرار کردن با خدا و با خدا راز و نیاز کردن، من عرقم هم پاک کنم با اجازه تو کارتو بکن. آره فکر کنم اومدم خواستگاری اینقدر ازم تعریف میکنی. البته متأهلم حالا کسی فکر بد نکنه. از همینجا به خانم مادر خانم سلام عرض میکنم. خیلی بچه داری؟ نه خیر، من تازه اومدم، من 1 سالم نشده ازدواج. نه بابا. بله کردم. تشریف میبری بالا؟ با اجازه شما. ممنون. رضا احسانپور. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. انشالله همیشه شاد باشم. یه خاطره تعریف کنم از خودم. من قبلا عینکی بودم، عینک می‌زدم تا اینکه عینکم یک بار شکست و خب حوصله‌ام نمی اومد که برم عینکم رو عوض کنم، تعمیر کنم. معمولا هم آدم وقتی تنبلیش میاد برای تنبلیش 1001 دلیل میتراشه. مثلا بابام میدید من دارم تلویزیون نگاه میکنم، اینجوری نگاه میکنم. گفت بابا دلت درد میکنه؟ نه. من گفتم برو چشه داد دکتر دیگه. میگفتم ول کن بابا، زندگی ارزشی دیدن نداره. مثلا تو اتوبوس بودم اینجوری نگاه میکنم، فکر کنم یارو داره با من حرف میزنه. من گفت چی آقا؟ دور نگاه میکنم نمیفهمیدم چی میگه. یه بار با یکم دعوام شد. بابا گفت خب برو بابا درست کن ببین. مرد گفت نه بابا زندگی ارزشی دیدن نداره. این زندگی ارزشی دیدن نداره ادامه داشت تا اینکه امر خیر پیش اومد. یه دوبار رفتیم خواستگاری، طرفو نمیدیدیم، دیدیم نه ارزش دیدن داره. میرفتیم مثلا نشستیم، رفتیم یه بار خواستگاری نشستیم، به سلام علیکم خوب هستی؟ بابام گفت بابا اون مادرش خودش اینور. خوب هستین شما؟ خیلی مختلف. بابا جان این عمه‌شونه خوده. عمه خانم خوب موندن، مواد نگهدارنده مصرف میکنن. خوب هستی؟ میگم یه 2-3 بار، یه بار که اصلا دختر رو با مبلش دوا گرفتم. میگم چه این چاقه اینقدر. خلاصه ما دیدیم نه نمیشه، واقعا باید یه فکری با حال چشمام بکنم. رفتم چشمامو عمل کردم. یعنی یه وقت از این وری پشت میافتیم، یه وقت از اون ور. رفتم اون چشمامو عمل کردم. حالا خود این عمل کردن خیلی خاطره داره، اگر یه بار دیگه اومدم براتون میگم. جزء شرایط دوران نقاهت عمل چشم این هست که شما باید تا مدت ها عینک دودی به چشمتون بزنید. یعنی صبح و شب و زیر سقف و همه جا، همه وقت. یعنی حتی وقتی خواب هستید باید عینک دودی بزنید. چون مثلا خوابی بیدار میشی نور میاد تو چشه. بعد من عینک دودی میزدم و همه عینک دودی زدنم اتفاقات جالبی برام میافتاد. معمولش این بود مثلا شب بود، مثلا راه میرفتم تو خیابون عینک دودی هم زده بودم، افراد نگاه میکردم. اولین گزینه‌ای که به ذهنشون میرسه این بود دیوونه. معمولا هممون در مورد همین فکر رو میکنیم، تعارف که نداریم که وقتی نمیفهمیم طرف چشه دیوونه است.
بعد حالا این که خوبه، معمولا حتی دیدین دکترام میری دکتر مثلا یه ساعت میگه آقای دکتر اینجام نمیفهمه چه میگه مال اعصابه، روش نمیشه بگه دیوونه، میگه مال اعصابه. با احترام به همه دکترای عزیز. خلاصه یه اتفاقی میفته. مثلا یه اتفاق دیگه که میفته، من توی مترو اتوبوس که میرفتم خیلی‌ها تصور میکردن من کلا نمیبینم، جاشونو میدادن خب مردم شریف ایران من بشینم. یه جایی که مردم شریف یکم حسن بشینم، من وای میسادم بالا سرشون میله رو میگرفتم، وای میسادم پیامکاشونو میخوندم. من مردم تو این گوشیاشون چی کار میکنن؟ چرا تو گوشی آمانی میشه؟ بگذارید. من چشمم رو عمل کردم و برای اینکه چشمم زودتر خوب بشه مرخصی گرفتم، خونه بودم. یه 2-3 هفته‌ای خونه بودم که چشمم زودتر خوب بشه. یکی از این روزها به این فکر افتادم که حالا یه روزم برم بیرون، بعد یه آفتاب بهم بخوره بری میگیرم تو خونه. گفتم چیکار کنم چیکار نکنم. یادم افتاد که گواهینامه راهنمای رانندگی تاریخ انقضاش گذشته. گفتم خوبه برم اینو تمدیدش کنم. جزء شرایط تمدید گواهینامه این هست که شما باید برید سلامت جسمانی و سلامت بیناییتون رو مجدداً تست کنن، چک کنن. من رفتم توی لیست پزشک معتمد راهنمایی رانندگی، یه خانم دکتری که مطبش نزدیک خونمون بود رو انتخاب کردم و همون روز ساعت 2 بعد از ظهر که خلوتم باشه رفتم مطب خانم دکتر. ما رفتیم مطب و وارد شدیم و دیدیم هیچکی هم نیست. اتفاقا خلوته منشیش نشسته داره خیلی با دقت کاری میکنه. گفتم خب مزاحمش نشم، یکم وایسادم دیدم نه اصلا توجه نمیکنه. رفتم تو دیدم داره سودوکو حل میکنه، از بیکاری وایساد سودوکو حل کرد. رفتم گفتم سلام علیکم، خوب هستید؟ ببخشید من اومدم بابت گواهینامه چشمم رو، گفت خواهش میکنم دفترچه‌تون رو بدین. دادم و نوشت و برگ کند و گفت بفرمایید داخل. همینجوری که گفت بفرمایید داخل من پا شدم رفتم، خودش هم بلند شد همراهم اومد. گفتم عجب چه مطب خوبیه، چه احترام میذارن به آدم واقعا. بفرمایید خودم میرم. نه بفرمایید. دیدم اومد و تو راه این رو پوشا برداشت پوشید اومد تو. حالا ما اومدیم تو و گفتم شاید 2 تا دکترن. رفتم تو دیدم اینجوری نگاه می‌کردم کسی هست؟ دیدم نه کسی نیست. فهمیدم همین دکتر. حالا ما رفتیم داخل. حالا من می‌خوام آبروداری کنم به روی طرف نیارم که من فهمیدم تو منشی هم هستی. اینجوری کردم به به خانم دکتر سلام علیکم خوب هستین؟ حالا فکر می‌کنم من نفهمیدم این همونه، فکر کنم من دیوونم. گفتم خانم دکتر من خدمت خانم منشی هم عرض کردم من برای نه گفت که خب خواهش میکنم ما اینجا تست سلامت جسمانی هم انجام میدیم. گفتم خب پس انجام بدید دیگه، هر دو رو با هم انجام. گفت خب پس اول سلامت جسمانیتون رو چک میکنیم. گفتم چشم. گفت شما دستاتو باز کن. گفتم چشم. بفهم. گفت همینجوری که دستات بازه اینجوری کن. گفتم بله. گفت اینجوری کن. گفت چشم. اینجوری کردم. گفت حالا دستاتو ببر بالا و اینجوری کن. بردم بالا اینجوری کردم. بیار پایین اینجوری کن. آوردم پایین اینجوری. یکی بالا یکی پایین اینجوری کن. برعکسش بیشین یه پادو بیار بالا. من تمام مدت فکر می‌کردم خدایا با اینجوری کردن سلامتی کجایی من مشخص میشه؟ علمی پزشکی چیزی نگفته، دانشمندان و محققان جوان ایرانی هیچی نگفتن در این رابطه. پیش خودم گفتم این خانم دکتره داشته سودوکو حل می‌کرد و حوصله‌اش سر رفته، گفته سودوکو کیف نمیده بزن یارو رو بزنیم سریکا. ما هم تو عملی انجام شده قرار گرفته بودیم هر کاری این میگفت باید انجام میدادیم دیگه. کافی بود اصلا یکی از این کارو نکن سلامت نداری. خلاصه ما هر کاری گفت انجام دادیم و طول مدتی که من اینجوری میکردم هی هم نگاه میکردم خدایا اینجا دوربینی مخ نباشه فیلمی ما رو نگیرن بعدن دوری تند بذارن یه آهنگم بذارن. ما حرکاتی موزونه خب به خاطر تنوع فرهنگی در کشور هست ما حرکات موزونه لوری داریم، ترکی داریم، شمالی داریم، جنوبی داریم، بندری داریم. گفتم حالا حرکات موزونه اسپانی هم باب میشه دیگه. تا چند وقت که از مطب بعدن که رفتم از مطب بیرون تا چند وقت توی اینترنت جستجو می‌کردم ببینم این کلیپش اومد یا نه. حرکاتی موزونی یه یاروی در مطب. اوه این چیه آوردین؟ چرا آبرومون رو بردین؟ از این شعاره که تو عروسی میدن. هنوزم که هنوزه وقتی مثلا یکی به من میگه آقای احسانپور این کلیپ رو دیدی میگم چیه منم؟ میگم منم بگو. یعنی تو اتوبوس الان دیگه چشام میبینم مثلا خب برنامه تلویزیونی متفاوتی داشتم بعضیا میشناسن لطف دارن مثلا میبینم تو اتوبوس طرف اینجوری نگاه میکنه میگم تو هم کلیپو دیدی؟ آره اگه دیدی بگو جونی من.
هنوز ترسشو دارم. خواهش میکنم ملت شریف ایران که الان دارن منو میبینن، اگه کسی این کلیپو دیده است واقعا خلاصه ما حرکت‌ها رو انجام دادیم و خانمی دکتر نوشتن که ایشون سلامت جسمانی دارن. گفتم خیلی متشکرم، من نمیدونستم واقعا خوشحالم. گفت خب حالا بریم سراغ سلامت بینایی شما. گفتم چشم. خانم دکتر من به تازگی چشمم رو عمل کردم، اینم گواهی پزشکی. اگر احیانا من تار دیدم به این خاطری که چشمم رو عمل کردم. گفت بفرمایید بشینید. بفرمایید. حالا انگار مثلا میخواد عمل قلب باز انجام بده. ما رفتیم نشستیم رو صندلی و دستمون رو گذاشتیم رو چشممون و یه تابلویی هست، یه سری حروف ایه مثل چنگال چپ و راستا بالا و پایین. دستمون رو گذاشتیم رو چشممون و خانم دکتر وایساد بغل تابلو دستشو گذاشتیم اون بالاییه. اون هست فونت 200 و اندازه یه هندونه است. اونا آدم با چشمی بستم میبینه، از پشت سرم میبینیم اونا. اصلا من اونا برای چی گذاشتن رو این تابلو؟ یه درخت قطع شده، انقدر کاغذ این شعارا که میدن درخت قطع شده اصلا اینو انقدر کاغذ حروم شده برای من. همینجور که دستش رو این بود گفتم این هنوز همون پروژه سر کار گذاشتن است. دست خانم دکتر رو این بزرگه بود، یه لحظه همینجور که دستش اینجا بود چشام گرفته بودم، یه لبخند ملیحی زدم. خانم دکتر اینا مثلا تغییر حالت میده میگه آره شوخی بود. دیدم نه هیچ تغییر حالتی خانم دکتر نداد. خلاصه ما دستش اینجا بود و گفتیم که چپ. نگاه کرد ببینه درست میگم یا نه. آخه اینا کی اشتباه میگه؟ اونی که اینا اشتباه میگه اصلا باید به چش اهدا کرد. بگذاریم. ما به هر ضرب و زوری بود اینا رو جواب دادیم و با یه نگاه خیلی معنادار از من پرسید شما که چشمت سالمه برای چی عمل کردی؟ خب من عمل کردم سالم شده. عمل کردم. نکنه این همون منشیه است الکی خودش جا دکتر جا زده. خلاصه که من تا چند وقت بعدش که این گواهی نامه گرفته بودم پشت ماشین نمیشستم، شک کرده بودم خودم سالمم میبینم. خدا ان شاءالله توان و قدرت بده به همه پزشکای عزیزمون، مخصوصا چشم پزشکا، به افتخار همشون یه دست قشنگ بزنن. پس از همان دوران بوده پخش می شده خندوانه. همه چی مومد و خنده میگیرم ولی تو رو نمیدم. آره ایران میگم کسی دستش میتونه برسه تا جایی که زورم برسه. اگه نرسه جونم هم میدم. آره جونم هم میدم. جونم هم میدم. حالا این دفعه بلندتر ایران تو رو دوست دارم پایگاه اطلاع رسانی راسخون.